اگر هنوز جعبه کفش و کارتونات رو دور میندازی، این ویدیو رو تا آخر ببین. اگر جعبه کفش رو به 4 قسمت مساوی تقسیم کنی، بعد این قسمت رو داخل خود جعبه بذاری، میشه یه نظم دهنده 4 خونه. اگرم اینطوری جابجاشون کنی میشه 3 خونه. بازم جابجا کنی میشه 2 خونه. خلاصه که فوق العاده کاربردیه. قوطیای فلزی چای رم اصلا دور ننداز. درشو باز کن و یه اسفنج به درش اینطوری بچسب. برای نگهداری سوزنا خیلی خوبه. داخل خود قوطی هم میتونی نخای یا وسایل خیاطیت نگهداری. یه کارتون رو اینطوری مورب از وسط ببر و به 2 قسمت تقسیمش کن. بعد 2 تیکه رو به این صورت به هم دیگه با چسب بچسبون. اینطوری قشنگ روشو با کاغذ کادویی روکش کن. به راحتی یک کتابخونه کوچولو با مزه آماده کردی. چند تا کش رو به صورت افقی و عمودی دور جعبه موبایلت بنداز. میشه یه نظم دهنده شبکه‌ای که توی هر خونش میتونی به راحتی یه دونه رژ لب یا وسایل آرایشی تو بذاری. لیوانای ماست و دهنتو بشورید و داخل یه جعبه کفش اینطوری بچسبونید. میشه یه نظم دهنده چند کاره که برای نظم دادن به جوراباتون، گردنبند، گوشواره، لوازم آرایش خیلی خوبه. یکی از لباسای کهنه‌تون رو اینطوری بکشید روی جعبه مقوایی، صافش کنید و با کش محکمش کنید. بعد یه بالش یا کوسن کوچولو بذارید داخلش. میشه یه تخت خواب گرم و نرم برای حیوان خونگیتون. 6 تا جعبه مقوایی رو با چسب قوی به هم دیگه بچسبونید. بعد زیرش 4 گوشش چرخ نصب کنید. اینطوری براش یه دستگیره درست کنید. حالا میتونید بذارید زیر تخت و به راحتی بکشید بیرون و وسایلتون رو نصب بدید. حتما این پست رو لایک کن، سیو کن و برای دوستاتم بفرست. 3 تا قلب قرمزم برای من کامنت بذار.